سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یک ویدیو جدید. من امید هستم و به چنل امید سامورای خیلی خوش اومدین. آقا خوش اومدید به یک ویدیو جدید از من. امروز اومدیم با یه بازی خیلی بسیار خفن، بازی معروف به اسم لاست لایت. بهترین بازی که حالا دیدیم و یه بازی به شدت فوق‌العاده، به شدت عالی. اصلا هر چقدر از این بازی خوبی ها این بازی من بهتون بگم کم گفتم. بازی از چه قراره؟ بازی کسایی که بازی آرنا بلک اوتو بازی کردن میفهمن که این بازی چطوریه. این بازی مثل همون بازیه، ولی با این تفاوت که این یکم واقعی تره از اون و یک بازی بسیار خفن، بسیار فوق‌العاده که تا حالا دیده بودین و دارین میبینین. ببینید اصلا چقدر خفن حرکت‌های اسلحه‌ای که انجام میده. بازی چطوریه؟ بازی اینجوریه که ما گلوله اینا عین دنیای واقعیه، عینهو دنیای واقعیه که ما چی بهش میگن، میریم توی یه جاهایی واسه جستجو و هرچی اونجا هسته جمع میکنیم دیگه، از نمیدونم اسلحه بگو، جون، پول، هرچی که فکرشو بکنیم و حتی میتونیم وسایل‌های کامپیوترها و اینا رو هم در بیاریم اینجا توی پایگاهمون و کلی کارا درست کنیم. حالا از جزئیات این بازی من بهتون بگم، یه لحظه اینو ببینید. اینو من بزنم، نشونه گیریم افتضاحه. خب الان ببینید تیرش 0، میبینید هیچی نداره. حالا دوباره میزنم ببینید قشنگ نشون میده هیچی نداره. حالا ما اینو پر میکنیم، حالا ببینید جزئیاتو دارین. اصلا واسه شاتگانه رو نشون بدم. خب شاتگانه رو ببین. حالا میخوایم پرش کنیم، میزنیم روی این، ببینید چقدر بال لود میکنه، پرش میکنه. حالا این یه نوعشه، یه مدل دیگه‌ش هم این شکلیه. اینم بهتون نشون بدم. یکم دیر زدم، وایس من اینو بزنم. ببین خالی میبینید چه جزئیاتی داره، چقدر خفنه. و در این ویدیو ما قرار این بازی رو خیلی ادامه بدیم، خیلی این بازی رو بازی کنیم. بازی به شدت باحالیه. ما میریم تو این مپ، تا حالا نرفتم. جنگلی این. و دوستان کسانی که میخوان با من بازی کنن حتما کامنت بذارن، با هم دیگه میریم یه چند مچ بازی میکنیم، عشق حال میکنیم. و لایک و کامنت هم یادتون نره. بدون هیچ معطلی میریم که داشته باشیم. خب دوستان بریم ببینیم بازی در چه حاله. بزنم.
اولین کیلمون کمپر بود. ببینم چیا داره. دومین کیلمون. بابا بنازم. اینا رو برداریم و دوستان به من راهنمایی کنید که من باید چی کارا باید انجام بدم تو این بازی. دوستان ما تا اینجا بودیم. اینجا یک کیلی داشتیم ولی متاسفانه یه اتفاقی افتاد که نباید میافتاد. خوب شد ولی نمردیم ها. اینجا اوه اسلحه رو ما که کلاش زیاد داریم. حالا اسنایپ برداریم. F47 فکر کنم. اینجا قفل میخواد. اوه شما هدشات زدنش. دوتا کیل گرفتیم. به به. اوه 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 اینا یار دارن. یه دونه تیرش هم به من نخورد احمق. دوستان هیچ وقت مثل من اینجوری راش ندین. جانم به این نای با 2 تا تیر انداختمش. خوب اسلحه رو نگاه. چه چیزایی داره. به به. اسلحه‌شو برداشت. مشکل نداره ما اینو برمیداریم. با دیگه چیا داره. اینو برمیداریم. اه زدن منو. متاسفانه هر چیزی که داشتیم و نداشتیم و از دست دادیم و در اثر خونریزی مردیم. حواسم یه لحظه نبود. مردم. پیش میاد دیگه. هی. ولی مهم نیسته چون که انقدر من اسلحه دارم، انقدر اسنایپ یه اسلحه‌ای دارم، اصلا کلتی دارم، اصلا خیلی باله. مهم نیسته.
داشتیم و مردیم. وایسه من اسلحه ها رو بیارم بهتون نشون میدم. میایم تو این بخش و اینجا ما اینو انتخاب میکنیم. اسلحه جذاب رو ور میداریم. بیستاین اوکی دیگه. این کیفه ببینیم چی داره. به نظرم این زره رو برداریم. این زره خوبه. حالا تا موقعی ببینیم چی از اینجا. اینا وسایلاییه که ما داریم. خیلی خوب. یه دونه بانداج برداریم، یه دونه از اینا برداریم دیگه. می‌ذاریم اینجا. آبم برداریم که تو را تیر خوردیم بخوریم. خب دوباره میریم که داشته باشیم. اول ببینیم اینجا چی داریم. آها، این قرصه واسه مغز و اعصابه. خوبه، برش میداریم. اینم برمیداریم. با تو حالا چیه داره این؟ این چیه؟ صدای تیر از کجا میاد؟ این چیه؟ اوه گرونه. بمبیه. یکی این دوتا. همه چیزشون آشغاله که. این خوبه. این کیفش خدا وکیلی خوبه. ببینم چیا برداشتم اصلا. مانداجم که نمیخوای. انقدر داریم که غنیم. چرا از اینجا رد نمیشه؟
نشونه گیری از 0. چی داشت حالا این؟ همه وسایلاشو سیو کرده بود. اوه اوه. خدای آیتمای اینا کجاه؟ باگ بازی خدا. دوستان بهتره یه باری برم بیرون. باگ خورده شدید. اینجوری نمیشه لطف کرد. خب دوستان، مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و ساب یادتون نره. حتما دنبال کنید، هم اینستاگرام هم یوتیوب. تا ویدیوهای بعدی، خدا حافظ.